سلام بر شما. به بسته خبری ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: گماشته شدن سفیر تازه ازبکستان برای افغانستان. یک منبع به طلوع نیوز تایید می کند که سفیر تازه گماشته شده ازبکستان برای افغانستان در روزهای آینده اعتبارنامه اش را بر رئیس وزرای امارت اسلامی خواهد سپرد. ازبکستان زموږ یو ډیر مهم ګاونډی هیواد دی. په اقتصادي لحاظ موږ کولی شي چې د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو سره نیغ په نیغه وصل کړي. آغاز کارزار واکسیناسیون پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. این کارزار برای 3 روز ادامه خواهد داشت و در آن 6.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. یاد کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 4.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. دوره سابق که بود خانه به خانه می رفتیم، اما فعلا که مسجد به مسجد، سایت به سایت هست. آغاز پروازهای یک شرکت هوایی ایران برای نخستین بار به افغانستان. مسئولان امارت اسلامی میگویند میکوشند تا تمامی سهولت‌ها را در میدان هوایی کابل برای پروازهای بین المللی فراهم بسازند. حضور هواپیمایی ایران ایرترو در افغانستان امروز حاصل زحمات 2.5 ساله‌ای بوده که ما کشیدیم. ما از هر لحاظ آماده هستیم که با معیارهای بین المللی شرایط خدمات میدانها را آماده بسازیم. و هشدار ایران از حمله تلافی جویانه در برابر اسرائیل. وزارت خارجه ایران میگوید از تمامی ابزارهای در دسترس برای پاسخ دهی قاطع و مؤثر در برابر اسرائیل استفاده میکنند. شب شما بخیر. من رازقیار هستم. به گفته یک منبع آیبک عثمانوف همچو سفیر تازه ازبکستان به کابل آمده. آقای عثمانوف جانشین یادگار شادمانوف سفیر پیشین این کشور برای افغانستان گماشته شده است. تا کنون امارت اسلامی به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک منبع به طلوع نیوز تایید می کند که آیبک عثمانوف همچون سفیر تازه گماشته شده ازبکستان برای افغانستان به کابل آمده و قرار است در روزهای آینده اعتبارنامه اش را برای رئیس الوزرای امارت اسلامی بسپارد. این منبع همچنان می افزاید که سفیر این کشور تا هنوز کارش را به گونه رسمی آغاز نکرده است. ازبکستان زموږ یو ډیر مهم ګاونډی هیواد دی. په اقتصادي لحاظ موږ کولی شي چې د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو سره نیغ په نیغه وصل کړي. دا چې اوس وخت کې دوی سفیر ټاکلی دی، دا په خپله د دې معنا لري چې غواړي د افغانستان سره خپل تعلقات له سره ورغوي او جوړ کړي. این در حال است که پیش از این برخی از رسانه‌های ازبکستانی نیز گماشته شدن آقای عثمانوف را همچون سفیر تازه ازبکستان برای افغانستان گزارش داده بودند. سفارت چې دی هغه د شو پراخو اړیکو دپاره یو رابط دی او هغه د دوو ملکو تر مابین اړیکې پراخوي او روابط ښه کوي او زما فکر باندې دا ډېره ښه خبره ده او دا د افغانستان په ګټه دی. عثمانوف 62 ساله است و در پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 میلادی به عنوان معاون وزیر خارجه ازبکستان و همچنان به عنوان سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر نیز کار کرده است. پیش از این یادگار خواجه شادمانوف نزدیک به 12 سال به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان کار می‌کرد. دفتر سیاسی امارت اسلامی در تلاش قناعت دادن کشورها برای انتقال سفارتخانه‌هایشان از دوحه به کابل است. رئیس این دفتر به طلوع نیوز میگوید که در دیدار با دیپلمات‌های خارجی در قطر همواره از آنان درخواست شده که به کابل سفر کنند و با بزرگان امارت اسلامی در این باره گفتگو کنند. سهیل شاهین همچنین درباره گماشته شدن سفیر تازه ایتالیا برای افغانستان میگوید که دید و بازدیدها با او همانند دیدارها با کاردار پیشین این کشور ادامه خواهد یافت.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید که این دفتر میکوشد تا کشورها سفارتهایشان را از دوحه به کابل انتقال دهند. آقای شاهین همچنان می‌افزاید که در دیدار با دیپلماتان کشورها برای افغانستان همواره از آنان خواسته است که به کابل سفر کرده و واقعیت‌های کشور را از نزدیک تماشا کنند. تل هڅه دا وي چې ټول هیوادونه کابل ته سفارتونه انتقال کړي او یا هلته سفرونه وکړي ترڅو زمینی حقایق په خپل سترګو وګوري او زموږ له مشرانو سره لنګدې نه وګوري. سهیل شاهین درباره گماشته شدن سفیر تازه ایتالیا برای افغانستان هم میگوید که همواره با کاردار پیشین کشور دید و بازدید داشته و در این دیدارها پیرامون روابط دو کشور کمک‌های ایتالیا در بخش‌های صحی و پروژه‌های اقتصادی با هم گفتگو کردند که به گفته آقای شاهین با گماشته شدن سفیر تازه ایتالیا این دیدارها همچنان ادامه خواهد یافت. په دې سلسله کې د ایتالیا پخوانی شاهزاده ناتالیا کونتاویل سره موږ منظم ملاقاتونه درلودل او د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د اړیکو په اړه کې په افغانستان کې د ایتالیا د مرستو خصوصا د روغتیا په سکتور کې د ایتالیا د مرستو همداشان د اقتصادي پروژو په اړه کې خبرې کړې دي. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برای بازگشایی سفارت‌های کشورهای غربی در کابل نیاز است تا به بعضی از خواستهای آنان توجه شود. سفارت‌های غربی و کشورهای شرقی خواستهای مشروعشان باید پذیرفته شود که او عبارت از قانونمند نظام مکاتب است، پوانتون هاست، کار خانم هاست پذیرفته شود تا اونا ملامت نشن پیش مردم خود و بیاین سفارت‌های خود بر داخل افغانستان باز بکنه. پیش از این وزارت خارجه ایتالیا به تاریخ 5 مغرب ماه جاری در اعلامیه گفته بود که سابرینا اوگلینی را همچون سفیر این کشور برای افغانستان گماشته است که در دوحه قطر فعالیت می‌کند. سازمان همکاری شانگهای صلح، ثبات و امنیت افغانستان را در منطقه اثرگذار می‌داند. دبیر کل این سازمان در سخنان میگوید که ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به سود این کشور است. او همچنان درباره عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای می‌افزاید که درخواست کشورها هنگام مورد استقبال قرار می‌گیرد که از اصول و ارزش‌های این سازمان و سازمان ملل متحد پشتیبانی کنند. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای میگوید که مسئله افغانستان از منظر تامین صلح، ثبات و امنیت در منطقه بسیار مهم است. ژانگ مینگ تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را به نفع کشور خوانده و افزوده است که بر تشکیل حکومتی با مشارکت گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان امیدوار هستند. موضوع افغانستان نیز به ویژه از منظر تامین صلح، ثبات و امنیت در منطقه بسیار مهم است. ما دوست داریم افغانستان به کشوری عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر تبدیل شود و ما امیدواریم که در آینده در افغانستان حکومتی با مشارکت گسترده نمایندگان تمام گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی، دولت باز و مدارا تشکیل شود. این به سود افغانستان، فضای سازمان همکاری‌های شانگهای و کل جامعه بین المللی خواهد بود. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این همواره نوعیت نظام در کشور را از مسائل داخلی افغانستان پنداشته است. شعار حکومت فراگیر تعریف معین و معنی معین نداره. بر این بنیاد این یک شعار خیالی است و در خیالات باقی میمانه. اما چیزی که متعلق به افغانستان است، حکومت افغانستان با گذشت هر روز پایه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود گسترش بده تا همه مردم به نحوی از آنها حضور خود در حکومت افغانستان دریابند. آقای مینگ درباره عضویت دائم افغانستان و مغولستان به سازمان همکاری شانگهای میگوید که در عضو شدن به این سازمان باز است، اما به باور او درخواست کشورهای در این سازمان مورد استقبال قرار میگیرد که از اصول و ارزش‌های منشور سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد پشتیبانی کنند. بیش از 20 سال از تبدیل شدن مغولستان به کشور ناظر می‌گذرد. افغانستان نیز در همین وضعیت سالهاست که نقش مهمی ایفا کرده است. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای دشوار نیست. سازمان ما همیشه به اصل باز بودن در این زمینه پایبند است. ما از کشورهای استقبال می‌کنیم که اصول و ارزش‌های اساسی در منشور سازمان همکاری شانگهای و همچنین منشور سازمان ملل متحد حمایت کند. سازمان همکاری شانگهای دارای 11 عضو بوده و 2 کشور افغانستان و مغولستان همچون ناظر بر این سازمان هستند.
کارزار 3 روزه واکسیناسیون پولیو امروز در 16 ولایت کشور آغاز شد. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در این کارزار 6.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. کارزار واکسیناسیون پولیو این بار به گونه خانه به خانه نه، بل از طریق مساجد اجرا خواهد شد. اما برخی از شهروندان کشور خواستار برگزاری این کارزارها به گونه خانه به خانه هستند. برخلاف کارزارهای دیگر واکسیناسیون پولیو، اکنون این واکسیناتوران به مقابل یکی از مسجدها در شهر کابل انتظار نشستند تا خانواده ها کودکانشان را از بهر اجرای واکسین پولیو نزد آنان بیاورند. این واکسیناتوران میگویند که روند اجرای واکسیناسیون از خانه به خانه به مساجد مبدل شده و خانواده ها می توانند کودکانشان را در مرکزهایی که واکسیناتوران حضور دارند واکسین پولیو کنند. این دوره واقعا که بر همه کارمندای واکسین پولیو به حساب جدید هست و روندش تغییر کرده و به خانواده‌ام تغییر کرده. به خاطر که ما دوره سابق که بود خانه به خانه می رفتیم، اما فعلا که مسجد به مسجد، سایت به سایت هست. از تمام فامیلا خواهش میکنیم که به نزدیکترین مسجد یا به نزدیکترین محلی که تیمای واکسین پولیو قرار دارند اطفالشان ببرند غرض تطبیق واکسین پولیو. همزمان با این وزارت صحت عامه میگوید که این کارزار در 16 ولایت برای 3 روز برگزار شده که در آن 6.2 میلیون کودک واکسین خواهند شد. یاد کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم ورلري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرام او په سیمه کې له بانفوذ اشخاص څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي ترڅو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي. اگر یک شخصی از واکسین باقی میمانه چه میشه؟ اونمو زنجیره‌ای که به خاطر مقاومت در مقابل مرض ایجاد شده از بین میره. بنان ضرورت است از یک نفری که در افغانستان موجود است تا آخرین نفری که در افغانستان موجود باشه زندگی میکنن از الف تا به تمام که با چیشه و واکسین بگیره، مخصوصا طفلایی که کمتر از 5 سال است. شماری از شهروندان کشور نیز در راستای برگزاری کارزارهای واکسیناسیون پولیو خواسته‌های دارند. ما از مسئولان صحت عامه می‌خواهیم که این واکسن در وقت معینش تطبیق بکنه تا از مریضی‌هایی که اطفال به اون دچار می‌شوند از اونها جلوگیری شود. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه از آغاز سال روان میلادی تا کنون هیچ واقعه مثبت این بیماری در کشور به ثبت نرسیده است، اما پیش از این سازمان جهانی بهداشت گفته که شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی به بیش از 20 واقعه میرسد. وزارت ترانسپورت قطر از امضای تفاهمنامه در زمینه خدمات هوایی با افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که این تفاهمنامه به هدف گسترش شبکه هوایی قطر و افزایش حقوق ترافیک هوایی میان دو کشور به امضا رسیده است. پس از امضای این تفاهمنامه درباره روابط دو جانبه در زمینه‌های حمل و نقل و هواپیمایی دوحه و کابل نیز گفتگو شده است. بیننده ادامه خبر 10 پس از وقفه باشد. ادامه خبر 10. شرکت هوانوردی ایران ایرتور برای نخستین بار پروازهایش را به افغانستان آغاز کرد. این شرکت هفته 2 پرواز میان کابل و تهران و کابل و مشهد انجام خواهد داد. از سوی هم رئیس میدان هوایی کابل میگوید که تمامی سهولت‌ها را در میدان هوایی کابل فراهم ساخته تا پروازهای بین المللی انجام شوند. پنجمین شرکت هوانوردی ایران نیز پروازهایش را به افغانستان آغاز کرده است. شرکت هوانوردی ایران ایرتور که بیش از 50 سال از فعالیت آن می‌گذرد برای نخستین بار پروازهایش را به افغانستان آغاز کرده و در هفته 2 پرواز میان کابل و تهران و کابل و مشهد انجام خواهد شد. حضور هواپیمایی ایران ایرتور در افغانستان امروز حاصل زحمات 2.5 ساله‌ای بوده که ما کشیدیم و تلاش کردیم که این هواپیمایی با یک سابقه 50 ساله که 50 سال از تأسیس این ایرلاین میگذاره.
از سوی هم مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی و رئیس میدان هوایی کابل میگویند که میکوشند تا تمامی سهولت‌ها را در میدان هوایی کابل برای پروازهای بین المللی فراهم بسازند. ما از هر لحاظ آماده هستیم که با معیارهای بین المللی شرایط خدمات میدانها را آماده بسازیم و در خدمتشان باشیم و همیشه بتانیم مطابق به اصول امارت اسلامی افغانستان و استانداردهای بین المللی عمل کنیم. موږ ان شاء الله دې ته اطمینان ورکوو چې موږ په پوره توان سره په ټول توان سره کوشش کوو چې ستاسې امنیت او مسؤلیت مراعات شي او ټولو ته شرکتو ته وایو چې کابل میدان دا لسم هوایي لس پرسوه دا لسم شرکت دی چې دغه میدان پروازونه شروع کړي. در این میان وزارت داخله اطمینان می‌دهد که در حال حاضر فضای افغانستان برای پروازها مسئول است. ما انشالله از این استیج باز هم به همه اطمینان می‌دهیم که فضای افغانستان فضای امن شده. الحمدلله امنیتی تامین شده که ما در دهه‌های متواتر بی‌نظیر می‌خوانیم و امی علتی است که امروز ایرلاین‌های بین‌المللی با استانداردهای بین‌المللی امروز میآیند از افغانستان پرواز میکنند. این در حالی است که در بیش از یک سال گذشته شمار از شرکت‌های بین‌المللی از جمله ترکیش ایرلاین، فلای دبی و ایر عربیه نیز پروازهایش را به افغانستان از سر گرفتند. آمنه حکیمی، طلوع نیوز، کابل. برخی از متقاعدان بار دیگر از بهر پرداخت نشدن حقوقشان در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گرد همایی اعتراضی برپا کردند. آنان از دفتر یونما خواستند تا درباره پرداخت حقوق بازنشسته ها دست به کار شود. شمار از متقاعدین که از ماه‌ها به این سو خواستار حقوقشان هستند، بار دیگر در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گرد هم آمدند. آنان میگویند که پرداخت نشدن حقوقشان از سوی امارت اسلامی چالش‌های روزگار آنان را چند برابر ساخته و از یونما می‌خواهند تا درباره پرداخت حقوق متقاعدین کاری بکند. ما آمدیم به خاطر که عرض کنیم در ملل متحد که ملل متحد اگر از ما پشتیبانی میکنه، اگر از ما میخواه که ما سر پای خود استاد شویم، ما تقاوت همین مردمای متقاعدین برش بته. کله مونږ دار و ندارم چې ټول خرڅ کړ ولا که یا شهر راته پاتې یا کور راته پاتې یا توشک و بلستان راته پاتې. برخی دیگر از این متقاعدین می‌افزایند که بارها از بهر پرداخت نشدن حقوقشان به درهای وزارت مالیه خزینه تقاعد سر زدند، اما تا هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردند. ما به خاطر از این جمع شدیم که تقریبا 3 سال، بیشتر از 3 سال 4 سال میشه که حقوق متقاعدین اما تو ذخیره و منجمد شده و به حال هنوز بر ما پرداخت نکردیم. هرچند امارت اسلامی به تازگی درباره پرداخت حقوق متقاعدین چیزی نمیگوید، اما پیش از این سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که در بودجه سال مالی 1403 تلاش شده تا نیازمندی تمامی اقشار که در بودجه حق دارند مد نظر گرفته شود. بیننده مهمترین های دیگر در مجموعه خبری ده پس از وقفه باشد. باز هم خوش آمدید. سفیر چین در کابل از آمادگی کشورش در بخش حفاظت از اثرهای باستانی به ویژه در پروژه مس عینک در افغانستان اطمینان می‌دهد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که معین هنر و فرهنگ این وزارت در دیدار با سفیر چین روی همکاری‌های دو جانبه در بخش حفظ آبده‌های تاریخی در کشور گفتگو کردند. همزمان با این برخی از فرهنگیان و باستانشناسان نقش چین را در حفاظت از اثرهای باستانی به ویژه در نگهداری از اثر مس عینک سودمند می‌دانند. معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ بار دیگر بر حفظ آبده‌های باستانی در کشور تاکید ورزیده است. سخنگوی این وزارت میگوید که معین هنر و فرهنگ این وزارت در دیدار با سفیر چین روی همکاری‌های دو جانبه در بخش حفظ آبده‌های تاریخی در کشور بحث و گفتگو کرده.
ښاغلی ژاوشنګ په دغه لیدنه کې یادونه وکړه چې د دغه ګډو کلتوري مشترکاتو لرلو له امله چین هیواد ځان همکاري ته مکلف بولي او د ښاغلی شي جین پینګ د چین هیواد له رئیس جمهور لخوا ورته هدایت شوی چې د مس عینک په سیمه کې بعد د تاریخي ساحو په ساتنه کې خاصه پاملرنه وشي. در همین حال برخی از فرهنگیان و باستانشناسان نقش چین را در حفاظت از آثارهای تاریخی به ویژه نگهداری از اثرهای مثل عینک سودمند می‌داند. در صورتی که کشور چین ما را بتانه با نورم‌های ملی و بین المللی آثار ما را حفظ بکنه، این یک گام مثبت و نیک است. این ساحات ما را حفظ کرده بتانه آثار ما را به شکل فنی و علمی استخراج بکنن. تقریبا بیش از 12 کیلومتر مربع را احاطه میکنه. این نه تنها برای افغانستان و تمام جهانیان این دارای ارزش فرهنگی است، به خاطر از اینکه اینجا هنرهای مختلف به کار رفته است. مثلا هنر یونان باختر است، هنر ساسانی است. این در حال است که پیش از این نیز در دیدارهای گوناگون مقام‌های چینی با مسئولان در وزارت اطلاعات فرهنگ از همکاری‌ها در بخش حفظ مکان‌های تاریخی و باستانی در کشور اطمینان داده بود. ادامه خبرها. سرپرست وزارت صحت عامه در دیدار با کاردار بریتانیا برای افغانستان خواهان کمک‌های بیشتر نهادهای بین المللی و بریتانیا در بخش بهداشت افغانستان شده. در این دیدار نور جلال جلالی با کاردار بریتانیا برای افغانستان درباره ایجاد مرکزهای درمانی در بخش‌های دوردست، ایجاد سهولت از بهر درمان بیماران سرطانی، معتادان به مواد مخدر و جذب کمک‌های بین المللی گفتگو کردند. سرپرست وزارت صحت عامه در دیدار با کاردار بریتانیا برای افغانستان درباره ایجاد مرکزهای درمانی در بخش‌های دوردست، ایجاد سهولت از بهر درمان بیماران سرطانی و معتاد و جذب کمک‌های بین المللی گفتگو کردند. نور جلال جلالی همکاری سازمان‌های بین المللی بهداشتی را در بخش صحت یک نیاز می‌داند و خواستار همکاری‌های بیشتر در بخش سکتور بهداشت کشور گردیده است. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر د نړیوالو هغه مرستې چې د روغتیا په برخه کې ترسره کوي اړینې وګڼلې ترڅو موږ وکولی شو چې د هېواد هر وګړي ته معیاري و عادلانه روغتي خدمات ورسوو. همکاری کشورهای جهان در بخش بهداشت چقدر میتواند بر رشد سکتور بهداشت تاثیر مثبت بگذارد؟ با توجه به امکانات و ظرفیت‌های محدود حکومت افغانستان لازم است تا جامعه جهانی به کمک‌های خود در زمینه سکتور صحی، مخصوصا در زمینه ارائه خدمات صحی، ارتقای ظرفیت‌ها، فراهمسازی ادویه و وسایل طبی ادامه بدهد. متاسفانه که نبود سیستم عرضه خدمات صحی و نبود ظرفیت‌های خوب در قسمت عرضه خدمات صحی در افغانستان سبب شده که هنوزم ما یک سیستم عرضه خدمات صحی معیوب داشته باشیم. این در حال است که به گفته پزشکان بیشتر بیماران مبتلا به سرطان از بهر درمانشان به بیرون از کشور می روند. کار عملی پروژه فایبر نوری به هزینه 40 میلیون افغانی در ولایت سرپل آغاز شد. این پروژه به درازای 54 کیلومتر قرار است تا 5 ماه آینده تکمیل شود. رئیس افغان تلکام در زون شمال میگوید که ولایت سرپل 27مین ولایت است که به خدمات فایبر نوری وصل می شود. ولایت سرپل 27مین ولایتی است که به خدمات فایبر نوری وصل می شود. مسئولان افغان تلکام در مراسم آغاز کار اتصال پروژه فایبر نوری در ولایت سرپل می گویند که این پروژه به درازای 54 کیلومتر تا 5 ماه آینده تکمیل و قرار است که این پروژه را به دیگر ولایت های کشور نیز گسترش دهند. با آغاز کار این پروژه در ولایت سرپل برای دست کم 2000 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم فرصت های کاری فراهم شده است. این پروژه کلا به طول 54 کیلومتر از ولایت جوزجان به سرپل وصل میشه. بودجه از زیر شرکت اماراتی افغان تلکام میپردازه و از یکی از زیربناهای این شرکت شمرده میشه که در 26 ولایت کشور فعلا ما وصل هستیم. تر 50 جی بی به مونږ په شپږ سوه افغانیو باندې خدمات عرضه کوو او یاداوري به وکړم چې دلته مونږ نور سایټونه په ولسوالیو کې لرو
12 سایټونه مو دا مهال په جوزجان کې جریان لري چې تر 80-90% پورې کار مخته تللی ده. در این ساحه ما تمام کارمندا ماشینالات کلش از نمی منطقه در اینجا کار میگذاریم. حدود 2000 نفر مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه کار خواهد کرد. شمار از باشندگان سرپل بر اهمیت گسترش خدمات اینترنتی در مناطق دورافتاده کشور تاکید کرده و از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خواستار بلند بردن کیفیت و کاهش بهای اینترنت هستند. در زمان قبل قیمت بود، فی الحال خوب میشه که ارزان شوه، پیشکش قوی شوه، میخواهیم از این بهتر شوه. اینترنت سرعتش بلند میره و نرخ کاهش پیدا میکنه، موثریتش زیاد است و همچنان میتونه تمام اشخاص از این استفاده کنه. این در حالی است که پیش از این باشندگان شمار از ولسوالی ها و مناطق دورافتاده کشور از دسترسی نداشتن به خدمات مخابراتی و اینترنت ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواستار برطرف کردن این چالش ها شده بودند. یک زن متشبث با ایجاد یک کارگاه تولید لباس در شهر هرات به شمار از بانوان دیگر فرصت‌های شغلی فراهم ساخته است. بسیاری از کارمندان این کارگاه دختران محروم از آموزش هستند. این دختران می‌کوشند که به جای خالی صنف‌های مکتب و دانشگاه را با فراگیری خیاطی و ساخته‌های دستی پرسازند. این کارگاه خیاطی و تولید لباس محل کارآفرینی برای شماری از زنان و دختران شده است. 15 تن در اینجا مصروف به کار هستند و صاحب درآمد شدند. با تعداد 15 خانمی که در بخش تولیدات ما فعالیت میکنن اونا هستند و ما روزانه شاید 50 الی 60 دست ما دختر دوز داشته باشیم. انواع گوناگون لباس‌های زنانه در این کارگاه تولید می‌شوند. شماری از دختران در چند ماه گذشته خیاطی را به خوبی آموخته و اکنون صاحب درآمد شدند. خیلی خوشحالم که دیگه کار میکنم، چون بعد از اینکه مکتبا تعطیل شد میفهمم که خیلی قیدگیری شد برای دخترها. برام ایتجا خیلی خوبه برای دخترها که بیان کار کنن و ما همیشه تشویق میکنیم که بیان. فعلا موندهیت و شرایط به ما محیط موثر شده که ما اومدیم اینجا کار میکنیم، خیلی خوشحالیم. برخی از کارمندان این کارگاه تولید لباس دختران محروم از آموزش و تحصیل هستند. یگانه آرزویشان برگشت به مکتب و در آغوش گرفتن همسنفی هایشان است. اگه مکتبا که باشه خیلی خیلی خوشحال میشیم. همه دخترها ما هم مکتب تا صنف 6 خوندم، دوم نمره صنف خوب بودم. محیط پیدا شه که بیان کار بکنن، در کنار هم دست به دست هم دیگه خود کار بکنیم و تقاضا دیگه ما دولت همینه که برکه بشه این مکتبا باشه که خانم‌ها پس رو به تحصیل بنن. در 3 سال پسین به دنبال مسدود شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران، هزاران تن از دختران در هرات به فن و حرفه رو آوردند. شماری از این دختران میگویند که خانه نشینی و دوری از مکتب و دانشگاه باعث فشارهای روحی و روانی نزد آنان شده و به همین علت به آموختن هنر و ساخته‌های دستی علاقه‌مند شدند. به علت توقف موترها در بندر غلامخان ولایت خوست روزانه میلیون‌ها افغانی به بازرگانان افغان زیان وارد می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت خوست می گوید که پاکستان در فصل صادرات میوه و سبزیجات افغانستان همواره این مسیر را مسدود می سازد. این توقفگاه موترهای باربری در ولسوالی گربز ولایت خوست است که شمار زیادی از موترهای باربری برای گذشتن از گذرگاه غلام انتظار می‌کشند. برخی از رانندگان می‌گویند که بسیاری آنان از 2 هفته به این سو در اینجا توقف کردند که کالاهای بازرگانیشان مانند میوه و سبزیجات در حال از بین رفتن هستند. ما خپل انګور بد کړی دی، نن به لرم شپه د لرم شپه دا جوان وړي د شل 25 لکه نقصان دی. بل ورځ دلته ما انګور بد کړه او واپس کوم خراب شو ده. یو سلوش پیم د خوځ ګمرک ته وګړي کار نه کړي د بارډر د پاره ته بارډر کې څه مشکلو او هغه راغلي دا تقریبا 12 شپې دلته شوی زوالم بار کړی دی ورور او هغه کې ولاړ دي. انګور بنجان او پیاز ټول په خرابېدو دي او د ورځې 100 ګاډي 50 ګاډي وځي نور تاسو درته خپل ویني چې ولاړ دي.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری خوست می گوید که پاکستان همواره گذرگاه غلام خان و دیگر مسیرهای بازرگانی را برای اهداف سیاسی وسیله قرار می دهد. در وقت صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان برای مسدود کردن این گذرگاه ها بهانه جویی می کند و این کار سبب زیانمند شدن بازرگانان افغان می شود. کله دوی خواهش بندوی یعنی هیچ وقت په تاریخ کې دغه تجارت کې د افغانستان لخوا لار نه ده بنده شوی، دوی بندوي او د دغه لارې لکه چارج او صلاحیت د بندولو د دوی په لاس کې ده. اما معاون والی خوست می گوید که تلاش ها به هدف حل این چالش ها را آغاز کردند. په هر برخه کې موږ د خپل همسایه هواد سره اړیکه نیولې ده. هغوی نه مو دا غوښتنه کړې ده چې تاسو باید زموږ د ولس مشکلو ته هغه رسیدګي وکړئ، زموږ مشکل په مشکلو ومنئ، تر څو زموږ ولس ته هغه لازم سهولیت برابر شوی وي. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری خوست، پیش از این از گذرگاه بندر غلام خان روزانه بیش از 300 موتر باربری میوه های تازه و سبزیجات را به پاکستان منتقل می کرد. اما اکنون این آمار به 80 موتر در روز کاهش یافته است. ریاست زراعت و آبیاری بدخشان از توزیع 1,200,000 بوته هنگ برای نزدیک به 150 کشاورز در 2 ولسوالی این ولایت خبر می دهد. این بوته های هنگ برای بدیل کشت کوکنار همراه با دیگر وسایل پرورش این گیاه برای کشاورزان توزیع شده. این کشاورزان از مسئولان و نهادهای مددرسان می خواهند تا در بخش پرورش این گیاه آنان را آموزش دهند. در پی عملیات‌های گسترده نیروهای مبارزه با مواد مخدر در بخش‌های گوناگون ولایت بدخشان، شمار زیادی از کشتزارهای مواد مخدر از بین برده شد. به تازگی ریاست زراعت و آبیاری بدخشان روند توزیع بوته‌های هنگ را برای بدیل کشت کوکنار به شماری از کشاورزان در این ولایت آغاز کرده است. رئیس زراعت و آبیاری این ولایت می‌گوید که برای نزدیک به 150 کشاورز در ولسوالی‌های ارگو و درایم این ولایت 1,200,000 بوته هنگ و وسایل کشت و پرورش هنگ را توزیع کردند. اما دهقین ولسوالی ارگو درایم امروز به 146 دهقین ما تخم هنگ و وسایلی که نیاز به هنگ است اونا را توزیع نمودیم. شماری از کشاورزان در بدخشان از مسئولان و نهادهای مددرسان می‌خواهند تا در بخش پرورش معیاری این گیاه آنان را آموزش دهند. با ما دیگه آشنایی از این نداریم، دیگه نمیفهم که چه رقم شیره میزنه، چه رقم میشانه. یگان نفر باز دیگه با ما را تعلیم بده. کوکنار خلاص شد، فهمیدن؟ حالا نمی این کوکنار خلاص است، نمی این ما در حکومت چی میکنیم که اسباب و شبیه ما بکاشیم و بخوریم. هنگ یا انقوزه که در افغانستان به هنگ بدبو نیز معروف است، یکی از گیاهان طبی و از مهمترین اقلام گیاهی صادراتی در کشور به شمار می رود و میزان کشت و تولید آن از حدود 10 سال به این سو در بخش‌های گوناگون کشور رشد چشمگیری داشته و اکنون کشاورزان از آن به جای کشت بدیل کوکنار نیز استفاده می کنند. یک جوان در جوزجان با امکانات ابتدایی یک ماشین کشاورزی ساخته که با گوشی هوشمند کنترل می شود. این ماشین توانایی ارزیابی آب و هوا، شناسایی زمین‌های حاصلخیز، آبیاری و کودپاشی زمین‌های کشاورزی را دارد. مسئولان محلی جوزجان می گویند که از جوانان مبتکر و خلاق در همه بخش‌ها پشتیبانی می کنند. اولوغبک باشنده شهر شبرغان مرکز جوزجان که دانش آموز صنف 11 مکتب است، با امکانات ابتدایی یک ماشین کشاورزی ساخته است که با گوشی هوشمند کنترل می شود. این ماشین توانایی ارزیابی آب و هوا، شناسایی زمین‌های حاصلخیز، آبیاری و کودپاشی زمین‌های کشاورزی را دارد. او میگوید که ساخت این ماشین کشاورزی 10,000 افغانی هزینه داشته و اگر مورد پشتیبانی قرار گیرد طرح‌های زیاد را در ذهن دارد که عملی کند. ما
این پروژه رو با 10,000 افغانی ساختیم و ما میتونیم که مورد حمایت اگر قرار بگیریم با صدها هکتار زمین ایراد چی کنیم، کودسازی کنیم، عیارسازی کنیم به شکل هوشمند. جشنواره‌های علمی یکی از بهترین فرصت‌هایی است که هر شاگرد میتواند که استعدادها و توانایی‌های خود را در اینجا به نمایش بگذارد. خواستار همچون پروسه ها هستیم تا به خاطر پیشروی و بالا بردن استعداد شاگردان کمک شود. مسئولان مکتب پسرانه افغان ترک میگویند که این جشنواره علمی به هدف تشویق دانش آموزان خلاق و مبتکر در این مکتب راه اندازی شده است. به گفته او در این جشنواره علمی 150 دانش آموز 60 پروژه کاریشان را به نمایش گذاشتند. بیش از 40 پروژه علمی با دستاندرکاران نزدیک به 150 دانش آموز مکتب ما در جشنواره امروز به نمایش گذاشته شدند و همچنان جشنواره علمی که هر سال از طرف ریاست عمومی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان در بین مکتب‌های معارف افغان ترک در سراسر افغانستان در کابل برگزار می‌گردد، پروژه‌هایشان را به نمایش می‌گذارند. در همین حال مسئولان محلی جوزجان میگویند که از جوانان خلاق و مبتکر حمایت کرده زمینه‌های خوب و پیشرفت را برای آنان مهیا می‌کنند. د دې ځوانانو لپاره زموږ د حمایت اندازه تر ډیره حده په لوړه سطح روانه ده، ځکه په دې اساس باندې موږ د ځوانانو غوښتنې اورېدلې دي. ځوانان چې په هغه کې د کوم وسایلو یا وسایطو د هغو ضرورت لري هغه موږ ورته برابر کړي دي. این در حالی است که در ماه‌های پسین برخی از نمایشگاه‌ها از ساخته‌های دستی جوانان در ولایت‌های گوناگون به نمایش گذاشته شده بود که مسئولان در حکومت سرپرست از پشتیبانی و فراهم ساختن سهولت‌ها به آنان اطمینان دادند. شمار از باشندگان پروان از کیفیت پایین و بلند بودن بهای اینترنت در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند استفاده اینترنت در پیشبرد کارهای روزانه‌شان یک نیاز جدی به شمار می‌رود، اما کیفیت پایین و بهای بلند اینترنت آنان را با چالش‌های جدی روبرو کرده. در این حال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از رسیدگی به این چالش سخن می‌زند. استفاده از شبکه‌های مخابراتی و دسترسی به اینترنت در افغانستان در سالهای پسین افزایش چشمگیر داشته است و در ارتباطات تا آموزش و فعالیت‌های بازرگانی و کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما آنچه که در این شرایط بیکاری و چالش‌های اقتصادی مایه نگرانی بیشتر شهروندان کشور شده، کیفیت پایین خدمات اینترنتی و بلند بودن بهای آن نسبت به کشورهای همسایه است. برخی از دانشجویان در پروان می‌گویند که افزون بر آموزش مضامین در دانشگاه آنان نیاز جدی به تحقیق و مطالعه دارند و اینترنت برای برآورده شدن این خواستها نقش بیشتری دارد، اما بهای بلند اینترنت و کیفیت پایین آن از چالش‌های جدی فراراه فعالیت‌های آموزشیشان به شمار می‌رود. هر محصل و دانشجو در کنار درس‌هایی که در دانشگاه می‌بینند نیاز به یک تعداد کورس‌های تقویتی هم داره، اما در ولایت پروان بنابر نبودن کورس‌های تقویتی به شکل معیاری محصلین مجبور هستند تا از اینترنت استفاده کنند، ولی بنابر محدود بودن سرعت اینترنت یا گاهن به دلیل قیمت بالای اینترنت محصلین نمیتونه در کورس‌های تقویتی از اینترنت استفاده کنه. قیمت اینترنت در افغانستان که بسیار بالای و در این حال سرعتش بسیار پایین است و مجبور هستیم از شبکه‌های وای فای استفاده کنیم و شبکه‌های وای فای هم خیلی سرعتش پایین است. اما سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به هدف فراهم ساختن سهولت‌ها به باشندگان پروان، سایت‌های بیشتر اینترنتی در این ولایت ایجاد کردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته در 3 سال گذشته ساحات محروم ولایت پروان که از خدمات مخابراتی بی بهره بودند تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد و همچنان در حال حاضر 3 سایت جدید در ولسوالی غوربند، دوسرکی باگرام و سیراهی دوفیان اعمار و به بهره برداری سپرده شده. باشندگان پروان میگویند که مشکلات دسترسی به شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی در ولسوالی‌های چهارگانه، غوربند، سالنگ و سیدخیل نسبت به دیگر بخش‌های پروان بیشتر است. شمار زیادی از معتادان مواد مخدر در ولایت فرا پس از درمان دوباره به اعتیاد رو آوردند. این معتادان میگویند که به علت فراهم نبودن زمینه کار و دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره به این مواد مبتلا شدند. اینها افراد مبتلا به مواد مخدر هستند که در مرکز ترک اعتیاد 1000 بستر ولایت فرا زیر درمان قرار دارند.
بیشتر این معتادان کسانی هستند که پس از درمان دوباره به اعتیاد روی آوردند. نبود زمینه کار و دسترسی آسان به مواد مخدر از علتهای اعتیاد دوباره این معتادان گفته شده است. این افراد از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دوا، غذا و امکانات کافی را در این مرکز برایشان فراهم سازند تا روند درمانشان به گونه بهتر انجام شود. ما غوښتنه د امارات څخه دغه ده چې امارات دغه مریضان چې دلته دي دغه مریضانو ته رسیدګي وکړي، د ډوډۍ پر برابر یو لږ سره بېنظمي ده او د دوا پر برابر دغه خبرې شته، یو لږ مشکل په دغه برابر کې شته. کلینیک زیاد رفتو، کلینیک شیخزی رفتو الا 21 روز 28 روز 30 روز یک ماه این تداوی مریض است. ولی این کمپ میرید آخرین کمپ منو ولی از اونجا فکر نکنه که اینا 500 نفر خوب. از سوی هم مسئولان محلی فراه میگویند که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 500 تن معتاد به مواد مخدر در این ولایت درمان شدند. ډاکټران راځي د ورځې تقریبا هر ورځ 2 واره راځي دلته ډاکټران سهار او مازدیګر راځي او نور کم داسې ډاکټران چې بیا یې هغه یا جلدي دوا ورکوي هغه بیا هم په میاشتې کې یا په 20 ورځې کې یا په 2 میاشتې کې کله کله دلته راځي دوی تداوي کوي. دواګانې څه شی زموږ په د ضرورت په اساس د روغتیا ریاست هغو ته آماده کوي او راځي او زموږ د نن راتګ بل مخصوص ټیم دی چې د کم کې ساري ناروغي او جلدي مریضي چې یو سکابیس ده او بل چکن پاکس ده، نو دا مریضي د منځ کې راغلی او موږ پرون ټیم ورته راستولی دی، نو د دوی ارزیابي شوې ده. نن مو ټول آمادګي د دواو سره هغه څه ضرورت شي چې دوی ته ضرورت دی نو موږ راغلی یو چې دا اوتبریک دوی ته کنټرول. این معتادان در حالی از دسترسی آسان به مواد مخدر سخن میزنند که در ماه‌های پسین نیروهای مبارزه با مواد مخدر در بخش‌های گوناگون کشور هزاران جریب زمین کشتزارهای مواد مخدر را تخریب و به کشاورزان هشدار دادند تا دیگر از کشت مواد مخدر دست بکشند. سازمان جهانی مهاجرت بیش از 2000 فرصت کاری را از جنوری سال 2023 تا سپتامبر سال جاری در افغانستان فراهم ساخته است. این نهاد همچنان افزوده که با ارائه سرمایه، تجهیزات و آموزش‌های لازم در زمینه‌های رشد تجارت‌های کوچک و متوسط از زنان، جوانان، بیجا شدگان و عودت کنندگان پشتیبانی کرده است. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از جنوری 2023 تا سپتامبر سال روان میلادی بیش از 2000 فرصت کاری را در افغانستان ایجاد کرده است. این نهاد در اکس نگاشته که بر ارائه سرمایه، تجهیزات و آموزش‌های لازم در بخش‌های رشد تجارت‌های کوچک و متوسط از زنان، جوانان، بیجا شدگان و عودت کنندگان پشتیبانی کرده است. افغانستان در بخش‌های مختلف پروژه‌های خرد و کوچک برای بندازن تا بتونیم که هم خواهرای ما و هم برادرای ما که در خانه هستن یا هم بیکار هستن اونا میتونن که به طور درست هم کارهای خرد و کوچک روزانه خود در فامیل خود یا در خانواده خود هم پیش ببره. همزمان با این شمار از بانوان متشبث میگویند که برای رشد اقتصادی خانواده ها نیاز است تا از بانوان متشبث در بخش‌های گوناگون پشتیبانی شود. ما ضرورت داریم که خانم‌ها پیشرفت کنند، بناهن مؤسسات دونرایی که بر افغانستان آمدن میخواهند که برای اینا میخواهند که برای خانم‌ها را حمایت کنند، کمک کنند. در این قسمت باید اینا زیادتر باید توجه زیادتر داشته باشند. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که در دراز مدت برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نیاز است تا نهادهای امدادرسان روی پروژه های تمرکز داشته باشند که بتوانند فرصت های کاری بیشتر را ایجاد کنند. رای حل اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما ثبات بخشی، دوباره رشد تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از فقر و بیکاری با تمرکز به سکتورهای اشتغالزایی و تولیدی می باشد که در اولویت کاری ما قرار دارد. حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های اقتصادی و کمک‌های انکشافی در سکتورهای مختلف می‌تواند فرصت‌های کاریابی را مهیا نموده سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما گردد. بر بنیاد اطلاعات سازمان ملل متحد در 3 سال گذشته بیشتر از 7 میلیارد دلار به افغانستان کمک‌ها سرازیر شده است، اما با باور آگاهان مسائل اقتصادی به علت هزینه شدن این کمک‌ها در زمینه بشردوستانه نتوانسته مشکلات اقتصادی را در افغانستان به گونه بنیادی حل کند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که معین این وزارت به هدف شرکت در کنفرانس کاهش سطح فقر و توسعه کشاورزی به چین سفر کرده. سخنگوی این وزارت می‌افزاید در این کنفرانس که نمایندگان بخش کشاورزی 300 کشور حضور خواهند داشت. معین این وزارت درباره وضعیت کشاورزی افغانستان و فرصت‌های موجود در این سکتور سخنرانی خواهد کرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که معین زراعت و مالداری این وزارت به هدف اشتراک در کنفرانسی که به تاریخ 29 اکتبر سال جاری میلادی در بیجینگ درباره کاهش سطح فقر و توسعه کشاورزی برگزار می شود سفر کرده است. د دې غونډې موخه د بېوزلۍ د کچې ټیټولو او د نړۍ 800 میلیونه هغه وګړو سره د مرستې او همکارۍ په اړه خبرې اترې او د نظرونو تبادله ده چې له بېوزلۍ سره مبارزه کوي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور د وضعیت او په یادو برخو کې د شته فرصتونو په اړه وینا او تجربې تبادله کړي. د افغانستان په استازولۍ باندې د افغانستان د حکومت د استازو نړیوال هیوادونو ته راشه درشه او د دوی ګڼ سفرونه په ځانګړي ډول باندې په اقتصادي برخه کې د هغوی توجه راجلبول و افغانستان ته او برعکس د افغانستان د داخلي اقتصادي وضع د ښه کېده او د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې دا په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره یو مهم ګام دی. در سوی دیگر معین وزارت زراعت در دیدار با سفیر چین در کابل روی تحکیم روابط کشاورزی میان دو کشور، افزایش صادرات افغانستان به چین و پشتیبانی چین از امارت اسلامی در سطح بین المللی گفتگو کردند. تر ډیره حده په سیمه کې او په نړۍ کې یو ښه اقتصاد لري او دوی ډیرې ښې تجربې لري او خصوصا د افغانستان جغرافیا د دې لپاره ډیر اهمیت لري. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همچنان می‌افزاید که سفیر چین در دیدار با معین این وزارت با اشاره به همکاری‌های اقتصادی چین در افغانستان افزوده که چین از صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان به ویژه انار و جلغوزه استقبال می‌کند و به سبب آن چین هیچ گونه تعرفه‌های گمرکی را در برابر محصولات صادراتی افغانستان ندارد. میرسیم به پایان خبر ده شب. بر همه شما خوش.